The point is, America can do anything. سروک باراک اوباما هندک جهورکاریان گوتارا سالانه جبو گل امریکا اشکرا کرن. Our businesses are now on a 70-month streak of job creation. اف هفته مهن کاری ما او ام دلیوا کارکرنه یا 14 میلیون کسان پیدا بکین. ما برهنانک دیروکیش بو انرژیا پاکش انجام دایا ام لسر ریا پاشا روزه کم کاربون دمشن. مزیدتری 17 میلیون امریکی خصنت سیستما چاودریا ساخلمیه دا. What we really need to hear about is how تشتی کود و ببیسن اوه کود چابا اوباما آفرندری و وینا گل امریکی در خپش و کماری ام دخوازن حزب بدن گل خوی هجا کو بکار به سرکتی به. کماری هر نهادش بریا خواه برام برگوتنا سروک اوباما یا سالانه خویا دکن. The president is going, I assume, to talk about. سروک و بحثی پاشا روژه بکو هاول بدوینه که رنگین نشان بده که هرتونه ام حزدك الجهل لنقشه سروكي بن جبوج ناظرنا داعش. So he'll be talking about اویل دور پیشروج باخوه اوی پرگش بین به و خودی کریارک به آرمانج به. مکدانا و برخ سروک اوباما بویان لدم آماده کرن آخفتنا سالانه بوگل امریکا. he doesn't want this to be your traditional policy. او نخوازه ابیک به آخفتنا سیاست تا کلاسیکی که جمارک پیش نیاز پیشکش دیکه. دیوی گلک سیاست هبند به ساله ده. بهتری ولو وی خواست گاوه که با ویجا ول پیشروجا ولت بنه رو هر وها آستنگین که ام دناور در باسته بن. برسوا کماریان دیج آلی فرماندار ولایت ساوت کارولاینا و با که او امریکیه به هندی راسن و لناف کماریا هر پیش دکوه گلک چاواره دکن او ببا بربجاره که خورد یا جهگیر سروک امریکا. هر از خاندان دنگ امریکا.